مناقشه بین دو هنرمند جوان توجک سلیمان سفروف و میخائیل لمنوسوف در یک محفل خاص هنوز ماه دکامبر روی داده است، ولی این ماجرا وقتی روی زد که سلیمان سفروف ماه دکامبر و برنامه ناگفته‌های ژورنالیست شاعر و روی شناخته آرزوی عیسی با دست شکسته آمد. طبیعی است که دست بالاتر سیاه بسته شده سلیمان سفروف توجه آرزوی عیسی را جلب کرد و موضوع اساسی این مصاحبه اختصاصی شد. آرزوی عیسی در یک برنامه دیگر ناگفته‌ها میخائیل لمنوسوف را هم دعوت کرد تا نظر جانب دیگر را به اصل این ماجرا نیز شنود. سلیمان سفروف قصه کرد که در یک محفل به مسئله که نباید دخل میکرد دخالت کرده است و اصل مسئله را نفهمیده به یک آوازخوانی که نمیشناخت بحث کرده است. این آوازخوان طور بعدا معلوم شد میخائیل لمنوسوف بوده است. بحث آنها قریب به کشاکشی و زنازنی پیچیده است، ولی اطرافیان به بین در آمدند آنها را از یکدیگر جدا کردند. بنا به نقل سلیمان در لابلای این چسب و تلاش دست او یا به میز زد و یا شیشه بالایش افتید که دستش درد برآورد و طور بعدا تشخیص نشان داد شکسته بوده است. من اول درد را حس نکردم و در آن محفل گیتار هم نواختم. وقتی فردا صبح وقتی بیدار شدم دیدم که دستم ورم کرده است. به دکتر رفتم و گفتم ببینید چه گپ شده باشد، شاید شب نادرست خواب رفتم. بعد تشخیص دکتران به من گفتند که در کجا خواب رفته بوده که دستش شکسته است و نفهمیدی. نقل کرد سلیمان سفروف گفت سبب وارد چنین گیرودار شدنش با میخائیل لمنوسوف را خوب در یاد ندارد، ولی میخائیل لمنوسوف در برنامه ناگفته و نقل کرد که ماجرا وقتی سر زد که او در صحنه ترانه اوچت بگو را میخواند. به گفته وی سلیمان به متن وی ایراد گرفته است که گویا میخائیل آن شب این بیت را خطا خوانده است. میخائیل میگوید ایراد سلیمان اساس نداشت، ولی بین آنها مناقشه سر زد. او گفت جنجال آنها تا به زنوزنی نکشید چون که دیگر میمانان آن محفل به میدان در آمده آنها را خلاص کردند. و گفته این آوازخوان دست سلیمان سفروف به بالای میز زده شکست. من به وی گفتم که سلیمان این فیلم ماسکه نیست، این زندگی است، تو را هم میتوانند بزنند. نقل کرد میخائیل. هر دو هنرمند میگویند که این یک نوفهمی بود و بعد آن ماجرا با همدیگر صحبت کرده به گذشته صلوات گفتند. سلیمان سفروف هنرپیشه و آوازخوان جوان توجک است که تازه قدم‌های اولین خود را در صحنه هنری میگذارد. او میگوید پدرش کارمند بلندپایه گمرک بود و او در خانواده سیر و پر به وای رسیده از دوران دانشجویی تجارت میکرد و حتی 3 ماشین داشت. با وجود داشتن والدان با نفوذ سلیمان اختیاری به خدمت رفته در ارتش تاجیکستان خدمت کرد. ریتم باران معروفترین ترانه سلیمان سفروف است که باعث سانترک برای سریال ماسکه تهیه شده است. میخائیل لمنوسوف در اصل نصرت الله عنایت الله نام داشته در شهرک لمنوسوف در کنار شهر کولاب به وای رسیده است و از بس که قیافش خیلی به روسو شباهت داشت او را همه میخائیل میگفتند. نسب لمنوسوف را او از نام شهرک زادگاهش به نام ثانوی خود علاوه کرده است. میخائیل لمنوسوف معلومات ویژه موسیقی ندارد. دانشگاه دولتی بختا را با اختصاص برنامه‌ساز ختم کرده است. او راهش را به صحنه استرادا با چند دویت همراه آوازخوان ترانه‌های هجوی بابای فیض شروع کرد که مشهورترینش البته ترانه اوچت بگو بود. بسیاری ها حتی فکر میکردند که میخائیل پسر بابای فیض باشد.